من آموده هستم برگردم و آموده هستم در صف اول مبارزه، در میدان مبارزه، در نبرد مبارزه در قوت شما ایستم. اگر که من برای شما، اگر که منتظری آمدنی من یا منتظر یک مبارز هستید شما، ما آموده هستیم جان خودم آموزیم. السلام علیکم. به تمام مردم تاجیکستان، به تمام مهاجران سلام خود را میرسانم. باور میکنید ای ساعت 4 صبح خستگیم تا حاضر در کارم. حالی بعد 1 ساعت خانه میرم، 1.5 ساعت دیگر راه دارم. حالی این همی حاله همی زوره. اینا بگین شما برادران. اینا من یک مادره که 4 کودک دارم. اینه در مسکو در روسیه. اینه ساعت 4 سحر که خستم، باید 12 ساعت کار کنم. با پدر بودکه میزنم. اینم برای 1-2 تنگه اینم خیلی کار کرده. رنگ مردک کار کرده است. ما مردک شدگیم. مرا میفورم. منم دانشگاه تمام کردگیم. من بی سواد نیستم. من دانشگاه تمام کردگیم. مرا میفورد اونجا کار کردن. یکی راه نمیتین در یگونجو. در کجا راه میتین؟ در یگون مکتبی که میرم ای طلبات سوم جمع کنم. اگر با اویلی که خودم زندگی ما پیش برده نمیتونم برم ایمو کودکا سوم جمع کنم. نمیکنم. وجدانم نمیبرداره دیره. نگون بایده. انا میخیل حالی زور دارم. همین شما در روسیه همین ساکتون همین جفا شما همین زور عمر کنید، شاید 50 سال 60 سال عمر کنید و همین 50-60 سالی که شما عمر میکنید تمام اعضای بدنتون به درد میدروید. خیلی هم حضیرم درد کرده استم. من چی کار کنم؟ من خیلی شما سویت مدتی. من چی کار کنم؟ 4 فرزندم قطعی. من در تاجیکستان چی خیل کنم؟ با کدام اویلیک من زندگی کنم؟ اینا من دزدی کنم؟ من غاری کنم؟ من ای کجا سوم یابم در تاجیکستان؟ در مکتب من کار اگر کنم من 4 فرزند من خوراندن نمیتونم. من ویو را پوشاندن نمیتونم. من وجدانم نمیبردارد که برم. من کار کردم در مکتب در خود ما شهرده در دوشنبه در مکتب کار کردگیم. مرا مجبور میکردن که ای طلبات سوم بچینه. من او طلبه که پدرش نپرمیر رنگی من وای مهاجره. من چه خیلی وای سوم جمع کنم. مجبور میکنم که مثال سوم بیار. من چه خیلی وای کنم نمیبرداره. وجدانم نبرداشت. خستم. 4 فرزند ما گرفتم آمدم. خیلی 2 تا 3 دیگه بودن اوزر بیام کلام مکتب میخونن. نه چیکار نه یگان دکومنت دارم نه یگان چی. همی کمتر پیش وای میکردیم که عزتمون وای میکرد. یگان سومون یگان کمپانیا نمیداد. در عودت تلفن میکردیم عزتمون بیچاره یک جای پیدا میشید. تمام زنکار آدم اینجا وای چی میکرد؟ سومشون میگرفت. اوزی نمیدونم. میترسیم ای ترس کار میکنیم. یک روزم دیر نمیکنیم که اگر دیر کنیم استول کمپانیا ما را نکزد کند سوم نتید ما در کی مراجعت کنیم؟ عزت همون دیگه نیست. یوخی یگانه روی خلاصی از این بدبختی آزاد نمودن خود از بند غلامی است. رحمانوف ملت ما را با راه ترس در بند غلامی نگه داشته است. با راه ترس و هراس و این در بند غلامی ما را نگه داشته است. آن چیزی که ما را آن بند غلامی که رحمانوف در دست دارد و آن بند نامش ترس است. آن بندی که در حلقه گردن ما و شما است و ما اینقدر عذاب میکشیم. 7 دختر رحمانوف حتی دامادهای بیشمارش از زحمت‌های شما کیف و صفا میکند. البته من میدونم سواد من از ویو خیلی فرق میکنه. من میدونم خیلی از جهت ویو که چی در دستشونه نمیتین یگون وسته چیکار کنیم آخر؟ ای دستی من زنک چی میبیاید؟ من یگون وای کنم یگون فلوکت میکنه یا یگون چی در کلا میزنم در کنج ترمه میشم کودکم در صغیره خانه میمونم. ای دست من چی نمیباد فقط انمی دعا میکنم شب و روز دعا میکنم که خداوند کی او روز میرسد که ما هم رنگ دیگر رو در ملک خودمون چی میکنیم.
ما باید نمیخ خودگذشتگی رو بیاموزیم. جوانان تاجیک، مردم شریفی تاجیک، اگر شما خواهید که با عزت زندگی کنید، اگر خواهید که یک سپری برای این زنها شوید، اگر خواهید که یک البته ناموستان وجدانتان را یک کم نگاه دارید، باید که امروز بر بخیزید. چی است که زن 13 ساعت می رود کار میکند، 13 ساعت. من مرد هستم، اگر در جای مرد 13 ساعت شاید کار پیشنهاد کند، من شاید قبول البته نکنم. به خاطر چی؟ به البته خاطر که انسان بسیار بسیار باید کار کنه، 8 ساعت کار کنه. شاید برای یک روز 10 روز شما 13 ساعت کار کنید، اما انسان یک مقدار دارد، ذخیره دارد. یعنی انسان یک نیازها دارد، ارگانیسم انسان هم یک نیازها دارد، باید این نیازها برآورده شود. یک مادر میرود 13 ساعت کار میکند هر ای روز. 13 زیاده، به خدا قسم، به الله قسم، ای 13 ای زیاده. ما چند زنک، من یک خودم توقع نیستم، ای من با یک گله زنک تاجیک ایم در اینجا، یک گله ایم در اینجا، یک خیلی بیچاره خونه رفتن نمیتونه، فقط شنبه یک شنبه دمجا خوب میکنه، دمو نه تریزه دارد نه هوای تازه میدرد دوجا، هیچی نیست، بیچاره همجا خوب میکنن. به خدا قسم قرغزایی که روی ویا را نگاه کرده نمیشد، یک بیتب بیزب ویا کتگی میکنن، ویا در بالای ما چی هن؟ خوجهینن. نه به کدام آل ما را آوردگی هن. مردم تاجیک، مردم بچه های ها جوان میان تانه بندین بچه، به میان خدا تانه قسم، بندین به خدا برادران. قسم، به خدا قسم، من آموده هستم که در صف اول قرار گیرم. به خدا قسم، من پروا ندارم که من در اروپا هستم، در اینجا برای من شرایط خوب است. به خدا برای من مشکل است به مثل یک تلویزور هر روز دردهای شما را نگاه کردم. من آموده هستم برگردم و آموده هستم در صف اول مبارزه، در میدان مبارزه، در نبرد مبارزه در قوت شما ایستم. اگر که من برای شما، اگر که منتظری آمدنی من یا منتظر یک مبارز هستید شما، ما آموده هستیم جان خودم آموزیم. بیاید انا همین بند ترس رو شکنیم، این بند ترس را که ما را با این بند غلام خود کردگی هستند یک خانواده بیناموس، ما باید این بند را کنیم. این بند را باید در کله رحمان بندیم. لوینم پروردگار شما در این روز دیدید که برای جمعه عکس عزت امان این پدنالت تروس، این پدنال چوما چخیر شورت قدرت و بود در مسکو در سپیسپریوم محکم کرد. فوتبولکاشون ایتاناشون کشیگی دیدید چه ترس دارد از شما را در خراب گرفتگی هست. شما باید همین فهمید مردم، هیچ کس نیست رحمانو بیا، هیچ کس نیست. این پدنالت این به همین باری خودش چپا می شود. شما پروست بخیزید، ایلوینم خداوند، این شما بخیزید، تمام رحمانو رفت، حتی اولادش رفت، آزاد میشنی مردم. ای مردم شما یادو بخیزید، شما روغنتون ارزان میشه، گوشتون ارزان میشه و خوراکتون ارزان میشه، آرتون ارزان میشه و شما برای چی با دست خودتون در تگی پای یک پدنالت حرامی شما اومدید ایستادید؟ من نمیفهمم برای چی ترس مردن میمرین. در روزه مردم یه روز ما میمرم، شما میمرین، رحمان فهم میمره، از همین میترسید. ایمو تستر بمرد این خلقم خلاص شد، از ایمان مردن بریم در نترسید. مرگ زندگی در دست خداوند است. شما از مردن میترسید.
ای مردم، وقت ساعتی اومده که اینای زنها، اینای مردم نیاز به حمایت دارن. وقت ساعتی اومده که دیگر از بند غلامی ما باید خودمون آزاد کنیم. هیچ وقت از مرگ نترسید، از زندان نترسید، از عذاب نترسید. عذاب خداوند اگر بخواهد کو شما میرید یک جا اواری میکنید، یک عمر معیوب میشوید، عذاب میکشید. یک عمر. اگر روز و وقت ساعت شما خداوند معین کرده باشد بگیرد، میگیرد دیگر. وقتی که شما مردانه آمدید در میدان مبارزه بردید، در میدان آمدید مبارزه بردید، بر ضد ظالم قیام کردید، خستید، جوان مردیتان نشان دادید، خداوند آدم های ناترس دوست می‌دارد. شما مردی خودتان، عزت خودتان احساس میکنید. ای مردم، مرا رحمانوف از مسکو دزدیده بود. همین رحمانوف پدرملت شما مرا ایتاش دزدیده بود. میلیون دلار، میلیون ها دلار مصرف کرد برای دزدیدن من. نه که خداوند که نخواست همین پدرملت مرا هیچ کو کردن نتونست، همین شما مرا هیچ کو کردن نتونست. بو مرا خداوند بو آزاد کرد کو. دیدید که قدرت خداونده. شما از چی میترسید؟ شما از ظالم میترسید؟ ای مردم، ای مردم، به خدا، به خدا، به خدا، به خدا، یک روز میرسد که رحمانوف چپه میشود. به خدا قسم رحمانوف یک روز چپه میشود. بعد شما میگه که ای کوش ما چی کار میکردیم همین رحمانوف بر وقتر چپه میکردیم. این پدرملت قدرت نداشته بوده کو. این قدر سری سال ما عذاب کشیدیم، از در تگی پای یک اولاد حرام زندگی کردیم. ناموس مناظری پاک کرد، دین مناظری پاک کرد، دخترام نبود تجاوز کرد، مال مانا دزدید، خون مانا خورد، عذاب ما داد، ده ها بدبختی آورد دستان ما. بعد میگید این پدرملت قدرت نداشته بوده. این پدرملت یک ترسو بوده، یک چوما بوده. ما در زیر یک چوما، ما را این چوما مرخ کرد گشتیم، مرخ شده گشتیم در زیر این چوما. بعد شما میفهمید. ای مردم، خدا قسم. تشکر بسیار. یگان چیز دیگر گفتنی داشته باشید خواهر عزیز عایشه بفرمایید. نه خیلی دیگه یگان کس ای تاجیکستان اگر درون چی میبرامد چی میکرد منم گرد میزدم. نه که نیست ای روسو سپر نیک نبرامده است ای که آخی وای اگر بگه که ببره بگه که رحمانوف دز نیست، میدونه همه که رحمانوف دزده. نه خیلی فیراد میکنن که کور است ای. کور در کجای دوجه؟ در کجای کور؟ کور در کجای میدونه که کور نیست، میدونه که هیچ گپ نیست هم تاجیکستان ده غیر از سرودخانی و پر کردن شکم یک رقص ما نمیتونیم. رقص کردن من نمیتونم. تش پیش یگون وایده رقص نمیتونم. این فرزند یک چی دیگر مجبور کردن پرمیر من نمیتونم که برین رقص کنید. فرزند یک کس دیگر هم نمیتونم. باقی در امان خدا. سلامت باشید.